بالاخره کلاس‌ها رو شروع کردم. اولین کلاسی که رفتم کلاس کوچ مازیار فقیهی بود. بعد از اینکه دوره آموزشیش رو گذروندم، توی این پکیجی که شما خریداری میکنید یه چند ساعت کوچ حضوری با خود استاد دارید. به صورت کلی بد نبود، ولی اون چیزی که من انتظار داشتم هم نبود. خیلی فضا جوری بودش که بچه‌ها اومده بودن بیشتر قور بزنن تا اینکه سوالاتشون رو بپرسن. یعنی چرا اینجوری جواب دادی، چرا دیر جواب دادی، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه. کسی نمیاد بگه من اینجا گیر کردم یا من بین این سه تا محصول گیر کردم. بیشتر تایم کلاس صرف این شد که استاد اون پرسونلشون رو بکشن توی جلسه و بگن که آقا شما چرا این کار کردی. من انتظار بیشتری داشتم. یکی دیگه از اشکالات این کلاس این بود که سوالات خیلی کش داده میشد. یعنی وقتی که یه سری سوال بی مربوط پرسیده میشد، لطف میکردن جواب میدادن، ولی ادامش به جاهایی کشیده میشد که واقعا ربطی به کوچینگ نداشتش. به صورت کلی اگر شما سوالی توی دوره براتون پیش بیاد که پشتیبانان نتونن براتون حلشون کنن، این کوچ خیلی به دردتون میخوره. من هم راضی بودم از دوره. شما هم اگر فکر میکنید که صرفاً میخواید توی آمازون بفروشید، دوره خیلی خوبیه.